ای جونم عزیزم، علائم اولیه گرسنگیه. بچه ببینه حرکت داره میکنه، دهنشو تکون میده، پاهاشو. این حالت علائم اولیه. حالا من این شیر دوشیده ای که مادر داره مجبورم که یه مقدار با سرنگ بهش بدم که به گریه نیفته و بعدش میخوام بچه خودش سینه رو میک بزنه. فعلا توی این مرحله یه مقدار با سرنگ من میارم بهش میدم که به گریه نیفته. ببین با دادن با کاکو بچه باید حالا دستاشو بذار یه ذره جانم بخور عزیزم، بخور. یا نزدیک داره میگیم دیده بشه بچه چجور داره میکنه. حالت نشسته ببین خودش تون تون داره میخوره. ملچون یه ذرشم که دستمال هست، یکی دیگه بده عزیزم، یه دستمال دیگه از اون بده. جان دلم عزیزم. باشه باشه عزیزم، باشه عزیزم، ببخش، باشه عزیزم، باشه دستشو برده جلو، باشه عزیزم، باشه. ترجیحاً بهتره که بچه رو با یه چیزی بشکن. باشه عزیزم، باشه وای عزیزم، دست منو گرفته. باشه خب ببینین یه چیزی هم این زیر پاشم کثیفه، چون من دیدم که وقتی اینجوری میخواین بله میخواین عوضش کنین. چیزی دارین که عوضش کنین؟ خب حالا تازه چشمشو باز کرد، اون وقت چجوری پس بره زیر سینه؟ میخوای بره زیر سینه؟ چون ببین تقریبا 3 ساعت طول میکشه این سینه نرم شه، باید عوض شه. ببین چقدر قرار میکنم خب وقت زیر سینه رفتنم بلدی؟ به سمت زیر بغلی بر این که الان سفته، باید یه مقدار دیگه دوشیده بشه نرم شه. یعنی مامانش دراز میکشه که به فرد برای شیر میگه برداری ببینم میشه من بگم مامان؟ نه این سینه که سینه اصلا این آدرس خیلی خرابه. چرا این که اصلا ماساژ بده ما یه ذره نمیشه بپوشی خوش بیست من بگم؟ نه خوش بیست شما خوش استفاده یعنی هر جایی میرید شما باید ببینید که برابر چجوری میپوشید این داغ شدن چجوری اینقدر داغ دردن چقدر مؤثره. ببینید نمیده باشه ماساژ این بچه ها اینجا خیلی سفته نمیتونه بخوره، باید بازم دوشیده بشه. بعد وقتی دوشه حالا اگه نتونستی که فردا دوباره باید بیاد اگه موفق نشد، ولی بعدش باید زیر بغلی با این دست سینه رو میگیری، با این بچه رو بدی زیر بغلی مثلا اینجا بیا وایسه جلو من بغلش کن با این دست، نه شما نه با این بغل کن بچه ها درست. این دستش هم اینجوری ببین از وقتی نرمه راحت بچه میگیره. خب اینجوری این شد
ولی الان اصلا این مثل سنگه نمیتونه خراب. و اینجا یه بالش یا یه چیزی رول میکنی میذاری. خیلی خوب. حالا بریم چون زیر پاش کثیفه دیگه بچه بیقراره ما داریم هی فشار میدیم بچه را دیگه اذیت. اگه فردا صبح میتونم خدمتتون برسم. آره من هر رو هستم. هر رو تا قبل 11 که بیان. اوکی من کمک میدم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم فقط ما. حالا شیر دوشیده رو چجوری نگهداری میکنی؟ تو یخچال. 3-4 ساعت میتونم بیام. 4 ساعت نه 4 ساعت تو اتاق. 4 ساعت اون دمای بیرون 4 روز تو یخچال. 4 ساعت یخچال تو فریزر چقدر؟ 3 ماه. 3 ماه 443 4 ساعت تو اتاق 4 روز تو یخچال 3 ماه فریزر 400 روز ما 443 اوکی؟ و اینا تا 400 دیگه میتونی تو فضا باشه و بهش بدی. ولی اینا دیگه بعد اجازه 4 ساعت که بود اجازه نداری بذاری توی یخچال این باید مصرف شه. شیری که از توی یخچال در آوردی دیگه اجازه نداری برگردونی اون شیر رو یخچال، اون باید حتما مصرف بشه. اگه چند تا شیر داری باید تاریخ‌ها برش هست بزنی از تاریخ‌های جدیدتر آره اون قدیمی ترا رو بعدتر استفاده کنی. اوکی؟ شیر رو شیرم ترجیح هم بهتره نریزه. آره این شیر امرو مال امروز فردا مال اگه خواستی ذخیره کنی. ولی قبل اینکه سینت اینجور بشه بدوش کرم رو اگه نزنی خوب نمیشه، یعنی خیلی وضع سینت بایسته. نوشتم داخل اینجا اینو باید هیدروجرم رو اگه بزنید طوری بزنه اشکال نداره ولی اون یکی رو باید پاک کنید. باید شسته بشه به آب. هیدروکورتیزون و کلوترون 4 ساعت یه بار رو بزنم. 3 ساعت یه بارم بزنی طوری ولی بچه نباید اونا بخوره، اونا باید بشه. هر 3 تا رو باید قاطی کنی یا بزنی. بیا عزیزم تو مریضه. سلام کاری داری؟